بچه یه لحظه وایسی. امروز اومدیم که این 3 برنامه‌ای که قرمز و سبز و بنفشه، اولی که قرمز عکس همسر آیندم با اثر انگشت، شغل آیندم با اثر انگشت، ماشین آیندم با اثر انگشت. اولی عکس همسر با اثر انگشت میزنیم تا بریم سراغ کار. برو بریم. صفحه پروانه رو میبینیم. من واقعا خیلی خوشم اومده و شاید براتون بذارم. اگه میبینید هم چیز کنید، لایک کنید لطفا لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید که ویدیو گذاشتم بهتون خبر بده. آقا مثلا این چیز گذاشته، ویدیو گذاشته. برو بریم. من خانومم، یعنی دختر. اسمم چیزه؟ فرزانه. بیست و 25 سالمه و سرانگشت مو باید بذارم. همینجور که دیدیم من سرانگشتم گذاشتم و اینکه شما ببینید دیگه. عکس همسر آینده شما، یعنی من. عکسشو. این چقدر قشنگه. وای خدا. آره والا خیلی قشنگه. بعد زیرش هم اون زرده نوشته به چقدر خوشتیپ و با کلاس مبارکه. ایشالله هرچه زودتر با هم ازدواج کنید و به پای هم پیرشین. چه مبارکه. دیدین فقط بادیگارده. حالا از اینجا در میایم شغل آینده رو میزنیم. نمیزنیم. همشون مثل همه، فقط فرق داره دیگه. آره. من چون تازه کارم نمیتونم لایف بگیرم، بخاطر همون 50 کاه باید بریزم. میخوام به 50 تا مشترک میخوام و من ندارم 50 تا مشترک و دیگه نیاز دارم. لطفاً 50 تا رو حل کنید. لطفاً 2 تا 3 تا به درد من نمیخوره. من اگه میخواین قیافه واقعیمو بهتون نشون بدم، باید یه کارایی بکنید دیگه. زنگوله رو فعال کنید. بعد اینکه کامنت زیاد بذارین، فارسی بذارین. من خودم انگلیسی بلد نیستم، نمیتونم زیاد انگلیسی بخونم. کلا بلد نیستم زیاد، زبانم خوب نیست. کلا چیزی که شما مینویسید انگلیسی، من برعکسشو میخونم. یعنی بلدم ولی برعکسشو میخونم و نمیتونم یعنی ترجمهش به فارسی. بعد لطفا فارسی بذارین. بعد اینکه مشترک و اینا هم زیاد کنید. خانم اوکی. اسممون رو می‌نویسیم. بیست و 25 سال. اوکی. شغل آینده. تو در آینده رئیس یک کارخونه میشی و همش پشت میز میشینی و نظارت میکنی و خیلی وقتام تو تلگرام وقت میگذرونی. بابا مایه دار. خوش به حالت. اینم عکست. بچه عکسم این پایین نوشت این چیز کرده و واقعا من شغلم همینه. حالا از این در میایم. ببخشید این بعدی دختر خالم حسب کردم همون چشم بیرونه. بهش چی میگفتن؟ بریم ماشین آینده. برو بریم.
بوگاتی رو خیلی دوست دارم. خودم بوگاتی رو خیلی دوست دارم. بریم اسم و سن رو میخواد. 25 سال. حالا اثر انگشت ببخشید به خاطر صدای بد ویز ویز کردنش. ببخشید دیگه چیکار کنم. او ماشین آینده مکلارن. بچه مرسی. الان شما نمیبینید من پشت دوربین دارم خوشحالی میکنم. مرسی. ایشالله که واقعی باشه. بچه اینم ویدیو تموم شد. خداحافظ. پارت بعدی بچه یلا رو میخوایم بازی کنیم و البته کامنتاش پر کنید دیگه. خداحافظ.